آفرین ایوالا تشویق کنید آفرین تشویق کنید زود باشید عالی بود عالی خیلی خوب بود. خیلی خوب دافنه جون ازت ممنونیم. نفر بعد ماراله. خدا زود باش یه کوچه بازاری واسمون بخون. واسه قره کمر آماده این دوستانه؟ بچه ها بس کنید. مارال جان ما منتظری. ای بابا ما که نمیشنویم. در نمیاد. استاد این خواننده نیست. دوباره از اول شروع کن. زود باش مارال یه آهنگ بخون تا اینا بفهمن صدای خوب یعنی چی. ما پشتتیم مارال. زود باش. Anladım sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Anladım sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Bulutlar yüklü hayadı hayacak üstümüze hasret. Yokluğumla ben baş başayız nihayet. Aferin. Aferin.
رقیب خواهرتو تشویق میکنی سرکن. واقعا که برای خودم متاسفم. دافنه این یه مسابقه است. منم هر کسی که خوب میخونه رو تشویق میکنم. مرسی مارال جون، با هم مشورت میکنیم و نتیجه رو اعلام میکنیم. به نظر من مارال برنده میشه. باید از مسابقه انصراف بدی. ولی اگه این کارو نکنی اینجا رو برات جهنم میکنم. فهمیدی؟ تو رو خدا ولم کنین برم، من بیگناه. بیگناهی؟ ها؟ مگه شما نبودین منو انداختین تو رودخونه؟ مگه شما طلاهامو ندزدین؟ عمدی نبود، طلاها رو ما ندزدیدیم. نمیدونم چی شده، قسم میخورم من این چی نمیدونم، باور کنید. خفه شو. باید اون طلاها رو برای من پس بیاری. فهمیدی خانم خوشگله؟ آره؟ حالا بگو ببینم، یه شماره تلفن داری که بتونم با ایلول تماس بگیرم؟ آفرین، حالا شدی یه دختر خوب. بگو ببینم. مارال تبریک میگم دختر. صدای خیلی قشنگی داری. به نظر من حتما تو برنده میشی. داریم میگیم برنده تویی، پس چرا خوشحال نمیشی؟ من میخوام از مسابقه انصراف بدم. چرا؟ خب دلم میخواد. غلط میکنی، دلت میخواد. دافنه تهدیدت کرده نه؟ چون اون گفته باید انصراف بدی. خودم دیدم. مارال جریان چیه؟ آره دافنه گفت. تو مجبور نیستی هرچی اون میگه انجام بدی. پس چه غلطی بکنم؟ اونا صاحب این مدرسه‌ن، اگه حرفشونو گوش ندم روزگارمو سیاه میکنن. واقعیت تلخ دوست جون، اگه بخوام تو این مدرسه درس بخونم باید حرفشونو گوش کنم. تو از اون مسابقه انصراف نمیدی. به خاطر آیندت و زندگیت باید با اون دافنه مبارزه کنی، فهمیدی؟ ممکنه اون پولدار باشه ولی تو هم خیلی با استعدادی. اجازه نمیدم استعدادتو حروم کنی. شنیدی چی گفتم؟ مارال، تو دافنه یه بار دیگه باید اجرا کنی. بیا تو. برو. الو. باشه. ایلول، یه مرده با تو کار داره. موبایلمو بعداً بیار تو. خب الو. ایلول خوشگله. میبینی هر جا باشی پیدات میکنم. نمیتونی از من فرار کنی. عمو کمال